رؤیت یا مشاهده خالق برای انسان‌های مومن در آخرت ثابت است. پس دیدن خالق، مشاهده خالق در روز قیامت برای مؤمن‌ها چی است؟ ثابت است. آیت قرآن میگه که وجوه یومئذ ناظره، میگه یک تعداد روح‌ها هستند که در این روز قیامت بسیار بشاش، بسیار زیبا، بسیار با تراوت می باشند، زیبایی خاص خدا می داشته باشه. اینمی انسان‌های مؤمن جنتی الی ربها ناظره، با پروردگار خدا چی میکنن؟ نظر میکنن. پس رؤیت خالق در روز قیامت برای مؤمنین نظر به آیت قرآن ثابت است.